نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری 5 ایول در ایران نه فقط برای جامعه بین المللی بلکه برای خود مردم این کشور ناگهانی شد. نامزد اصلاحات طلب مسعود پزشکیان بر نامزد محافظه‌کار سعید جلیلی برنده گردید. پیش از برنامه صحبت داشتیم با خبرنگار رادیو فردا مهدی احمدی. سوال اول از آقای احمدی این بود که تا کجا جامعه ایران با آمدن پزشکیان میتواند به اصلاحات جدی امیدوار شد و یا اینجا نباید از نقش تعیین کننده رهبری عالی آیت الله خامنه‌ای فراموش کنیم. نکته اینجاست که با انتخاب آقای پزشکیان با وجود صحبت‌ها و وعده‌هایی که ایشون در دوران مبارزه‌های انتخاباتی داد، ولی چندان چشمانداز روشنی به تغییرات بنیادین چه در زمینه اجتماعی و چه در زمینه سیاسی در جامعه ایران نیست. البته در میان کاندیداهایی که در این انتخابات شرکت داشتند، آقای پزشکیان خیلی صدای صریح و قاطع‌تری در مورد حمایت از آزادی‌های مدنی داشت. آقای پزشکیان تنها مسئول جمهوری اسلامی است که در دوره مسئولیتش، یعنی در دوره نمایندگی مجلس، وقتی که موضوع جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اتفاق افتاد، صریحاً واکنش نشون داد، صریحاً این قصه رو محکوم کرد. گرچه در دوره مبارزات انتخاباتی از خواست اکثریت زنان ایرانی در مورد آزادی پوشش صریحاً حمایت نکرد و به عکس گفت که اگر وضعیت در جامعه الان اینطوری است، مسئول این کار ما هستیم، ما مسئولین هستیم که نتونستیم زنان و دخترانمان را درست و آنطور که می‌خوایم تربیت کنیم، که همین موضوع هم خیلی واکنش‌های زیادی در میان معترضان و مخالفان و حامیان پوشش اختیاری در ایران داشت. با وجود اینکه پزشکیان را یک مقام مطابق به قالب نظام جمهوری اسلامی مینامند، امیدواری های هم در داخل و هم در خارج احساس می شود. مثلا از دعوت او به همکاری با غرب یادآور می شوند. سوال دیگری ما این بود که تا کجا پزشکیان آماده اصلاحات است و امکانیت هایش تا چه حد می باشد؟ این برمیگرده شاید بخشیش به آنچه که در مبارزه های انتخاباتی هم آقای پزشکیان بر زبان آورد. یعنی از نظر آقای پزشکیان حل همه مشکلات اقتصادی وابسته به حل مشکل رابطه در واقع کشور با کشورهای دیگه با دنیا هست، حل مشکل بانکی با سویفت هست و پذیرفتن قواعد FATF، حل در واقع مشکل هسته‌ای هست و احیای دوباره توافق هسته‌ای. ولی در این حال پیش نیاز این کار رو هم آقای پزشکیان در واقع ایجاد یک جور وفاق و همدلی در داخل کشور و در میان گروه‌های مختلف می‌بینه. بنابراین اگر که شما مناظره‌های انتخاباتی رو نگاه کنید، پزشکیان تنها کسی است که هر سوالی که ازش میپرسن میگه اول ما باید مشکلات داخلیمون رو حل کنیم، اول باید بتونیم در کنار هم بشینیم و با هم دیگه گفتگو کنیم، بعد این زمینه سازی که رابطمون رو با دنیا در واقع بتونیم حل کنیم و بتونیم مشکلات اقتصادی رو از میون برداریم. در دوره رهبری ابراهیم رئیسی که ناگهان درگذشت، روابط ایران با تاجیکستان یک باره خوب شد و دوشنبه تهران را از نو یک همکار و شریک و دوست نامید. آیا پزشکیان میتواند بر روابط دو کشور و عموماً با کشورهای آسیای مرکزی کدام تغییرات وارد کند؟ تصور من این هست که اگر ما نگاه کنیم در دولت‌هایی که مثلا دولت محمد خاتمی یا دولت حسن روحانی که از اتفاق در دوره تبلیغات انتخاباتی پزشکیان متهم بود که دولت سوم خاتمی یا دولت سوم روحانی رو میخواد تشکیل بده، اگر به سابقه اون دولت ها هم نگاه کنیم، معمولا روابط ایران با کشورهای آسیای میانه روابط خوبی بوده. به طور خاص با تاجیکستان که همزبانی و همدلی بین مردم دو کشور وجود داره، معمولا تلاش بر این بوده که تنش در روابط نباشه و روابط خوب ادامه پیدا کنه. در مورد پزشکیان چیزی که میشه گفت اینه که هم از سوی رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان و هم دیگر رهبران آسیای میانه میبینیم که از تقریبا نخستین واکنش ها به پیروزیش بودن که پیروزش رو تبریک گفتن و در مورد تاجیکستان میدونیم که امام علی رحمان حتی در واقع تماسی که برای تبریک گرفت از پزشکیان هم دعوت کرده که خیلی زود به تاجیکستان سفر کنه. بنابراین این امید در هر دو طرف هست که بتونن روابط رو بیش از پیش مستحکم کنن.
تشکر به سوال‌های ما مهدی احمدی خبرنگار رادیو فردا پاسخ داد.